سلام سلام، خیلی خوش اومدین. به به حسامی، چطوری؟ خیلی مخلصیم آقای حسام. خیلی مخلصم حسام جون، چطوری؟ خوبی؟ رنگ قرمز جیغ. قربونت برم آقای حسام. تو قرمزم خیلی جیغ نیست، ولی خب بس قرمز. اینجا میدونه بزنم، جیغش کمه. آره آقا فربود، خیلی مخلصیم، خوش اومدی. سلام سلام دوستان، خوش اومدی. من دارم این نقاشی بداهه کار میکنم، برای همین مهم نگاه توست و همین دیگه. بذار ببینم چه رنگ دیگه ای دارم اینجا چیز بکنم. به جمع رنگای موی این آقاه بیارم. آقا فربود درود بر شما. حسامی نوشته آقا فربود درود بر شما. آقا این رنگش ماژیک خوش شده. ببینم اون ورش هم خوش شده. آره این ورش هم خوش شده. عجب، این ماژیک دیگه به درد نمیخوره. خب سبزامون همه سبز جیغ شد، نه؟ مثل این یکی سبزه رو ببینم چجوریه. سبز دیگه دارم، این سبز روشن شد. سلام، درود بر شما خانم فروزان، خوبی؟ این یکی سبز چجوریه. خود ملایم تر از اوناست، از اون یکی که زده بودم خود ملایم تر. خب اینم بزنم به اینجا.
میترا باقری خیلی خوش اومدین. آقا مصطفی عزیز خیلی خوش اومدین. اینجا که خورده بهتر بشه دیدش. خیلی هم عالی. گرمم شدیم. جاکتم درارم. صدای موزیک هست بچه؟ آها یه دونه اینجا. این صورتیه یا چرا اینجا میتونم این دوتا رو این صورتیه رو بزنم. قبلا هم استفاده کردم شاید اینو بزنم. اینجا طبیعه بزن. این یکی رو باید بزنم. بله صدای موزیک اوکیه. بله ها صدای موزیکه که اوکیه. به آی جرایی هم اومدن. آقا عبدالرزا. بچه ها لایو امشب راجب غربته. نمیدونم دیدین؟ من پست کردم. اگر دوست داشتین لطف میکنید که استوری کنید که دوستان بیشتری در جریانش قرار بگیرن. لایو ساعت 10 شب با عنوان غربت. تعریف شما از غربت چیست؟ اگر دوست داشتین حتما لطف میکنین که استوری کنید که دوستان بیشتری در جریانش قرار بگیرن. یعنی در اصل حمایت میکنین با استوری کردنتون. درود و صبح بخیر. سلام مهدی جون. صدای موزیک شنیده میشه. عالی. درود و صبح بخیر و وقت بخیر خدمت شما و دوستان مهم نگاه توست. آقا بردی خوش اومدی. درود بر شما. خب حالا بپردازیم به این که این صورت این آقا یا خانوم چه شکلی میتونه باشه. چشماش درشت باشه. من عموما چشما رو درشت میکشم به خاطر اینکه اسم این پروژه هست مهم نگاه توست و روی نگاه ها و چشم های این آدمک ها خیلی تأکید میشه یه جورایی. یعنی تا الان مثلا چشما رو یه خورده متفاوت کشیدم توی کل نقاشی هایی که کار کردم. به آقا آریان سلیمی. چطوری آریان جان؟ خیلی مخلصیم. دلتنگتم آریان. امیدوارم همه چی خوب باشه.
رنگ آبی طوری بزنم. سلام به دوستانی که جدید اومدن توی لایو. من چند روزیه که دارم لایوهایی که فقط نقاشی میکشم میذارم، یعنی تو این تایما تقریبا لایوهای خودمونم که یک روز در میون شده، هر روز دیگه نیست، هر شب دیگه نیست. سلام خانم همایی، خوبین؟ فاطمه خانم خیلی خوش اومدی. من خانم همایی نوشته صدام یه مدتی گرفت، رفتم دکتر، گفتار درمانی جالبه. الان شما گلوتون صاف کردین؟ یاد این افتادم که گفتار درمانگرم میگه اصلا گلو صاف نکن، خیلی بده برای تارای صوتی. یه مقدار موزیک دلهره آوره.
فکر کنم یه موزیک با آرامش بیشتر لازم باشه. من یه موزیک اتفاقا مدیتیشن انتخاب کردم، بذار عوضش بکنیم اگر بشود. ببینم یه چیز دیگه پیدا کنیم ببینیم اینم دلهره آور باز یا نه. I've treated many homeless patients in the county of Los Angeles. بذار ببینیم تایمش رو رد کنیم اینو. خب بذار ببینیم چی میشه. شاید این بهتره. درود خانم میترای عزیز، چه سبک بامزه‌ای. مرسی خانم همایی. به به آقا الیاس هم اومدن. حالا من این کارو کردم حالت قلمگیری، بعد دیگه با رنگ مداد رنگی خورده حسن هم گفت گلو صاف کردن خوب نیست. حتی من خود سرما خوردم به خاطر اونه. موزیکر خودی کمش کنم، زیاده انگار صداش. آقا عبدالرضا بهتر شد صدای موزیک. چشمم زده فعلا آواز تعطیل. یه برنامه بذارید درد و دل با شما. یه برنامه بذارم درد دل با شما یعنی چی؟ انشالله که سلامتی حاصل بشه. واقعا مرسی برای من میگین، ممنونم. منم موافقم. خیلی چی بنویسم عنوان لایف درد و دل با من؟ مهدی جان یه مقدار در مورد سبک نقاشی که داری کار میکنی برامون بگو. این کاری که من میکنم بیشتر توی این فرم تصویرسازیه که برای کتاب میشه. تصویرسازی بیشتر کتاب کودکه، ولی لزوما فقط هم کتاب کودک نیست، بزرگسال هم هست، ولی سبک اجراییشو من منظورمه. وگرنه که یعنی تصویرسازی برای کتاب نیست دیگه. بیشتر میگم با اون تصویرسازی میگن، این سبک و سیاق اجرایی و اینا منظورم است. و کاملا هم دارم بداهه کار میکنم. سبک بامزه هم میگن. اما بردیا نشته سبک بامزه هم میگن. آره تصویر رو بزرگترش کنم. ذره ذره دکتر حدادیان میگه. البته دکتر حدادیان میگه البته. چیو میگه دکتر حدادیان؟ این چه سبکی هست؟ گفتم یه فضای مثلا تصویر سازی طوریه.
کمرنگ بود، این آبی. حالا یه راست میزنیم. سلام نفیسه جان، خیلی خوش اومدی. حالا میخوام که لب پایینشو پرش عوض میزنیم. چشماشو داشتم فکر میکردم که چی بکشم. خیلی فکر کردم، چون من چشمای آدمکامو بیشتر کره زمین میکشیدم به منزله جهان بینی هر آدمی که متفاوت از دیگری نگاه میکنه، ولی اخیرا چشما رو قلب میکشم. نه همه چشما رو، بعضی رو. الان یه دفعه به فکرم رسید که اینم رو چشمشو بکنیم قلب. اینو قلم گیریش کنم. آره اینم رو بکنیم قلب. بکنیم قلب. حالا این قلب که کردیم، دوباره اینو باید آبی کنم. حالا آبی هم میتونه نشه، مثلا اون زردم بد نیست. زرد لابلای اون رنگ بدی نمیشه. امان از قلب، امان از قلب. چه صدای موزیک خوبه. خب آره صدا عالیه. خب خدا رو شکر. خب من برم قرمزم رو پیدا کنم. فکر کنم این قرمزه چشمه باید باشه. آره قرمز جیغه.
قرمز خونی بذارید اینجا یه بازی هم میکنم با این. چجوری شد؟ خب خانم فروزان خیلی ساکتینا. آقای بهمن قاسمی خیلی خوش اومدین. چشما رو ببینیم بچه ها. شما هم بازی کن. یعنی چی شما هم بازی کن؟ بچه ها من پست آخرم تبلیغ اطلاعیه در اصل چیز هستش، اطلاعیه لایو امشب به وقت ایرانه راجب غربت. بعد سلام سلام. درود بر شما. حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ ممنون، متشکر، اوقاتتون خوش. من یهویی بیدار شدم و دلیل سکوتم هم این بود که داشتم از موزیک استفاده می کردم و موقعی که اتاق تاریکه زیاد به صفحه تلفن نگاه نمی کنم یا به هر حال مانیتور، چون من اون منظورم از که ساکتین توی کامنت ها کامنت ها بودش. حالا بله، اشکال نره اومدیم بالا. خواهش میکنم. صداتون هم بیشتر. منظورم آره نمی نویسم زیاد چون بر چشم خوب نیست. اتفاقا میدونید داشتم به چی فکر میکردم این بار؟ نه بفرمایید. داشتم فکر میکردم که این مهم نگاه توست از دیدگاه یک نابینا کشیده بشه. از دیدگاه یک نابینا. بله ببینید، البته میدونم اینجا نگاه دل هستش، نگاه چشمی نیست، ولی داشتم فکر میکردم یه همچین چیزی رو تا حالا کشیدید، یعنی در واقع در نقاشی این مسئله گنجونده بشه، چون با نگاه کار داریم و حالا گروهی از افراد هم روشندلان هستن. داشتم فکر میکردم یه همچین کاری رو انجام دادید؟ ببینید قبلا چند تا از بچه ها به من گفتن که نگاه روشندلان رو هم نسبت به زندگی ضبط بکنیم برای همین سوالی که مطرح هست که تعریف شما از زندگی چیست. بعد خدمت شما شود که خب ولی پیش نیامده متاسفانه. یعنی خود من ارتباطی نداشتم، دوستانی هم که صحبت شده در حد صحبت بوده، ولی اینکه نقاشی از نگاه روشن دلان کشیده بشه رو من مثلا متوجه نمیشم. یعنی من از دیده یک روشن دل نقاشی بکشم یا نقاشی های روشن دلان هم توی مجموعه ما باشه؟ منظورتون چیه دقیقا؟ نه نه نه، ببینید شما نقاشیتون
نقاشی کسی باشه که روشندل باشه. نقاشی کسی که م. روشندله. یعنی در واقع شما هر بار که نقاشی میکشید و همه اینا مجموعی هست از نگاه های افراد، یعنی شما صورت هایی رو میکشید که دارن اون دیدشون رو نشون میدن به زندگی، درسته؟ حالا این بار اون کسی که چون خیلی به نظر من جالب، البته خب شما نقاشید، هنرمندید،